اگر کمتر از 1 سال گذشته به جای پولی که برای خرید این آیفون دادی میرفتی و کیک میخریدی، الان یه سراتو زیر پات. درست شنیدید، رمزارز پنکیک سواب که در کمتر از 5 ماه 400% سود داد. همراهان عزیز سلام، اینجا آکادمی پارسیان بورسه و من امیر آذین‌فر، تحلیلگر و معامله‌گر بازارهای مالی هستم. اتفاقی که امروز میخوایم با هم بررسی بکنیم خیلی جالبه و میتونه برای هممون مفید باشه، چرا که یک سوددهی عجیب و غریب داشته. رمزارز پنکیک سواب، یک رمزارز امن، مطمئن و سودده. حالا ما میخوایم چیکار بکنیم؟ توی این ویدیو میخوایم تحلیل تکنیکال ارائه بدیم، میخوایم با هم در موردش صحبت بکنیم. چرا به این سود رسید؟ آیا هنوز هم سود میده؟ که به نظر من میده. پس با من همراه باش تا انتهای ویدیو. خب در برنامه تریدینگ ویو کیک USDT رو سرچ کنید و با این صحنه زیبا مواجه بشید. از این قسمت تا سقفی که زده حدود 400% رشد داشته در کمتر از 5 ماه. این برای یک رمز ارز امن و مطمئن بسیار خوبه. ببینید، یک رالی نه چندان طولانی و یک سوددهی بسیار خوب. حالا سوال اینجاست، چرا به اینجا رسید؟ چرا به این عدد رسید؟ پاسخ ساده است. یکی از اتفاقات اینه که جو مثبتی در بازار کریپتو فعال شد و اینجا بسیاری از رمزارزها اوضاع خوبی داشتن. اما مهم اینه ما کدوم یکی از اونها رو باید بخریم؟ کدوم یکی از اونها واقعا میتونن امنیت سرمایه ما رو تا حدی تضمین بکنن؟ من به شما کیک رو پیشنهاد میدم، هنوز که هنوزه. چرا؟ چون پنکیک سواب متعلق به صرافی غیر متمرکز پنکیک سواب هست و این صرافی غیر متمرکز یکی از قدرترین و بزرگترین اونها در عرصه جهانی است. من بهتون حتما پیشنهادش میکنم. اما چرا؟ دلیل دیگه، به لحاظ تکنیکالی موقعیت خوبی است. شما میتونید از این رمزارز همین الان شده مقدار کم خریداری بکنید. یک ناحیه خیلی مهم که میتونه در واقع پنکیک سواب رو نگه داره و حمایتش بکنه همین ناحیه است که براتون کشیدم. یک خط حمایتی داره و یک ناحیه مقاومتی. شما میتونید یه بخشی از سرمایه‌تون رو اینجا درگیر بکنید، اما توجه داشته باشید که یک ناحیه مقاومتی این بالاست. پس زمانی که به اینجاها رسیدید منتظر بمونید ببینید بازار چیکار میکنه. آیا این ناحیه مقاومتی رو محترم میشماره یا این خط حمایتی؟ ولی من بهتون پیشنهاد میکنم همین الان یه مقداری پنکیک سواب رو داشته باشید. حالا نکته خیلی مهمی که من میخواستم حتما بهتون بگم در رابطه با تحلیل این رمز ارز این بودش که عزیزان به هیچ عنوان همه داراییتون رو درگیر نکنید. همه داراییتون رو درگیر نکنید. آماده باشید برای اتفاقات بعدی. نباید هر آن چیزی که دارید رو همینجا ازش خریداری بکنید و بخواید حرکت بکنید به سمت بالا. نه، یه مقدار باید محتاط باشید. اما ما این رمزارز رو دوست داریم و معتقدیم که میتونه کماکان اتفاقات خوبی داشته باشه. یه لحظه گذشته بازار رو نگاه بکنید. گذشته بازار تازه در صرافی بای بیت، این در صرافی بایننس در واقع عمیق‌تر و بیشتر هم هست و اینکه این اثباته. اگر فیوچرز باشه حالا میشه گفتش که نوسانات بیشتری داشته، ولی خوبه و من میخوام ناحیه‌های در واقع خروج هم براتون تا حدی مشخص بکنم. اما همه پولتون رو خارج نکنید، صرفا درصدی یک بخش‌هایی از پولتون رو خارج کنید. اول گفتیم اینجا یکم بخرید، اینجا یکم بخرید، اینجا میتونید بخرید، اومد بالای این یه مقدار بخرید. حالا آقا کجا خارج بشیم؟ اینجا یک کوچولو خارج بشید، اینجا خارج بشید یه مقدار، بعد دیگه وایسید حرکت کنه به سمت بالا، اینجاها خارج بشید. عزیزان این که عدد رو نمیگم به خاطر اینکه اینجا براتون مشخص کردم و کامل ناحیه‌اش رو براتون کشیدم. اینجاها خارج بشید و اگر بالاتر رفت اینجا هم میتونید خروج بکنید. این که میگم در واقع خارج بشید به صورت درصدی اینه که میسپارمش به خودتون و به علمی که در این رابطه دارید. میتونید 10%، 20%، 30% خروج بکنید و سودتون رو بیارید بیرون از بازار.
و اتفاق دیگه این که شاید براتون سوال پیش بیاد، چی شد که از اینجا برگشت؟ چرا از اینجا برنگشت؟ جو بازار خوب بود اما دقیقاً از این نقطه که خوب نبود. تصویر گواه همه چیزه. عدد روانی این خیلی مهمه. این اعداد روانی بسیار برای ما کاربردی خواهد بود در تمام بازار. شما ببینید عدد روانی اینجا چیه؟ $1. الان ما دقیقاً از 1.04 برگشتیم به سمت بالا. این عدد روانیه. این $1 عدد روانیه. یعنی این $1 میتونه برای ما حمایت باشه، $2 میتونه برای ما مقاومت باشه، $3 میتونه برای ما مقاومت باشه و این اعداد روانی خیلی کارسازه. یکی از مهمترین اونها همین $1 هست و قیمت پنکیک سواب از اینجا برگشته رفته به سمت بالا. پنکیک سواب رو دریابید، یکی از بزرگترین بنگاه‌های معاملاتی غیر متمرکز هست، از اون داشته باشید و امیدوارم که سودهای خوبی ازش کسب بکنید. خب عزیزان، در این ویدیو بررسی کردیم چرا پنکیک سواب به این عدد خوب رسید، چطور این سود رو داد، نواحی ورود و خروج رو مشخص کردیم و توضیحاتی رو خدمتتون دادم که امیدوارم براتون مفید و سودساز باشه. اما اگر میخواید با حداقل ضرر و ریسک وارد این معاملات بشید و خرید اثبات داشته باشید، برامون حتما خرید پله‌ای رو کامنت کنید تا در ویدیو آینده مفصل خدمتتون توضیحاتش رو ارائه کنم. از اینکه همراهمون بودید ممنونم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ما رو سابسکرایب و دنبال کنید و زنگوله رو فعال کنید. شما رو به خدا میسپارم و بدرود.